12 سازمان بین المللی حامی حقوق در سالگرد بازداشت بزرگمهر یاروف از حکومت تاجیکستان طلب کردند که این وکیل دفاع شناخته را بدون قید و شرط آزاد کنند. حامیان حقوق گفتند بزرگمهر یاروف در محبس شکنجه شده، مقامات دیدار همسرش را نیز محدود کردند. در یک صحبت با برادر بزرگمهر یاروف جمشید یاروف که در اروپا به سر میبرد پرسیدیم که آیا نگرانی حامیان حقوق واقعیت دارد؟ سبب آنه که بزرگمهر حالا در محبس نظامش پرزور در همون کریتی در باختر نگاه داشته می شود، برای همین گرفتن یگون معلومات دقیق و انیق غیر امکان می باشد و آخران واخوری که تقریبا 1-2 ماه پیش با او نزدیکان ما کرده بودند، از اون گواهی می دهد که وضع سلامتی بزرگمهر خوب نیست، برای که او فقط در هم نامه‌هایش هم در واخوری‌ها از خشتبار طلب میکند که فلان داروها آورده شوند. این از آن شهادت میدهد که وضع سلامتیش خوب نیست. به این هم وضع سلامتی او خوب نبود، بیماری استما داشت و دیگر معلومات های عمیق و پوره گرفتن که در آنجا چگونه او ادای جزا کرده ایستاده است، نسبتش یگان تأثیر رسانی فیزیکی و پسیکولوژی رسانیده می شود غیر امکان است، چون که در واخوری در تمام همین واخوری ها حتما 2 نفر از دو طرف او می ایستند و تمام گپزنی خشتبار و بزرگمهر یاروف را زیر نظارت می گیرند و نمی مانند که یگان اخبار و خبری را به بیرون برانند. در ادامه صحبت از جمشید یاروف سوال کردیم که آیا اظهاراتی که سازمان‌های بین المللی در نسبت بزرگمهر یاروف و دیگر محبوسان سیاسی تاجیکستان نشر می‌کنند تأثیری دارند یا نه؟ بیشتر هم چنین مراجعت‌ها بودند، از حکومت تاجیکستان طلب می‌کردند که به یگان شرط و به یگان طلبات دیگر بزرگمهر یا اینکه دیگر محبوسان سیاسی آزاد کرده شوند، ولی تاجیکستان حکومت تاجیکستان یگان عمل یگان واکنش برای بهبود یا اینکه بازبینی پرونده آنها نمی کند و این از آن گواهی می دهد که چنین طلبات های عادی یگان نتیجه نخواهند داد. اگر طلبات ها با فشارهای اقتصادی در نمود سانکسیون ها نسبت یگان اشخاص معینی حکومتی یا اینکه فشارهای دیپلماتی به مانند که چخیلی که حکومت امریکا فشار آورد به رژیم لوکاشنکو و محبوسان سیاسی آزاد کرده شدن، اگر چنین فشارها با یک جایگی چنین طلبات های بیانیه های مقامات های حفظ حقوقی بین المللی یک جایه شوند، شاید که یگان نتیجه یابند. تشکر. به سوال‌های رادیو آزادی جمشید یاروف درباره وضع برادرش بزرگمهر یاروف معلومات داد. خاطر نشان می‌کنیم که بزرگمهر یاروف را 10 سال پیش سال 2015 بازداشت و با اتهام قلابی، ساخته‌کاری و تأخیر نماینده حاکمیت به 28 سال زندان محکوم کردند. مقامات او را زمان بازداشت کردند که به حمایت حقوق 14 عضو ریاست عالی حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شروع کرد.